چی فروختن در والبریز یک موضوع کلان است که آدم در انتخاب کردن محصولات تنقسیم میکشه. نه من یک پوزیسیا دارم کسایی را که مثلا می‌آموزونیم که یاد میدهیم و اونا توصیه میدم که یعنی چیزی که نقد میفهمید همون را فروشید. یعنی که آدم است через امی سودا یعنی بیزنس گذاشتگی هم بسیار آدم سودا که در بازار و در دیگر جو یعنی که یک چیز شغل دارن یک چیز میخواشونن کسایی که مثلا الکترونیک را میفهمن الکترونیک قطعی داره اگر که نفهمید یک محصولات ارزان قطعی وارد شود یاد که گرفال برسه بعد برای کیلو ریسک کردن یک محصولات قیمت قطعی درآمده وایکنه. مثال اگر نفهمید چی فروشی مثلا میگیم کاستوم میگیریم مثلا فروش میکنی و یا کنکورنت علاقه مثلا دوزنده دارن مارکتینگ دارن این کاستوم برای خلق چه پریپارنسی کنن میدونن ما کی نمیدونم درباره میام مثلا وقت میفروشم استینش باید چه باشه فریتال باشه کلاسیک فالون بسمدون رنگش چه باشه آدمو کدام آدیتور ما در کدام رنگو معقول کدام راز میرو میرود و همه اینا باید که دانی